کدی خاله جمیله را دیدی؟ وقتی دیدمش کم بود دیوانه شوم برات پیام ماندم خواندیش. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. درست وقتی که میبرامدم همراش رو برو شدم. هیچ وقت نشده که کار ما درست پیش بره. او ده اینجا چی میکنه خاله؟ پس به کار شروع کرده. توبه جای دیگه نبود که اینجا کار میکنه. گفته باشم از کل چیز خبر خود شد. دخترم از کجا بفهمم؟ من کاری را که میکنم در پیشانیم خونشته نیست. با ملاقات دوستم آمده بودم. باز ما چرا باید از او بترسم و باید از ما بترسم؟ برده گپم میگم. گفتن همیشه ما امکان داره جمیله داینده به درد ما بخوره. خاله ولی از خدا بانی کالا یک روز قبر ما را خاط کند. ای قسم نگو، پیش بینی کردن نمیتونم تا حال کسی پیدا نشده که امر ما اطاعت نکنه. صحیح حالا بو که در اونجا چی کردی؟ وقتی که داخل رفتم رسیدین 1 تا نیم. بسیار خوب. سفرتان چطور بود؟ هتل چطور است؟ آرام هستی؟ بسیار خوش شدم. با من زنگ بزن منور جان، درست است؟ ما هم برات زنگ میزنم. درست است. درست است دختر مقبولم. خداحافظ جانم، میبوسم. خاله آله، اگه ای باده پیش از این خانم همراه پدرش گپ بزنه باز چی کنیم ها؟ دختر تو خود گفته بودی که تا افتتاح مارکت اگه بکششم بازم دهن خود باز نمیکنه. پدرشم بالای آیشه فشار آورد و ازش خود پرسید که دختر کجا رفته. با در همین زن کلان کرده به خاطر که برش خوبی کرده باشه. کل چیزه ده یک چشم به هم زدن به پدرش خود گفت. باز تیریمان به هدف میخوره شریک جان. خوب است، انشالله کمی قسم خواهد شد خاله. ترازو هنوز برابر نشده. برابر میسازیم شریک. پس خوب است. به مادرت سلام مرا بگو. بچشم خاله، فردا باز میبینیم. درست است. عزیزم چطور است یک دانم؟ خوب هستم، تو چطور؟ خوب هستم. چی میکنی؟ کجاستی؟ چی کنم دیگه، در خانه هستم. خوب است، مامم یالا از فروشگاه برآمدم. کارت قدر طول کشید؟ تا وقت افتتاح دیگه همین قسم خواهد بود. خوب چی کنیم دیگه؟ گوش که برات چی میگم. میشه ما و تو بعد فردا صبحانه با هم بخوریم؟ با هم درست معرفی هم خواهد شد. این دزم تشویشت هم رفت خواهد شد. درست است؟ چرا که نه یوسف خان؟ باز درست است. فردا پشتت میایم. شب بخیر. درست است جانم، فردا باز میبینیم. شب بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر بچه کاکا. مادر من هنوز بیدار نشده؟ ما خطاب حال کسی را ندیدیم. بیشینه غذایت بخو مزه‌دار است. سلطانه خاله باز لطف کردم. نه بچه کاکا، قرار است با دخترها صبحانه بخوریم. گفتی دخترها؟ بله، درباره باد و هوا گپ میزنم. او روز به خاطر گپایش هوا را فهماندم. حالا اگه اونا با هم جور بیاین باز ما آرام میشم. پس اجازه بده که مامام رایت بیایم. اگه قسم تنابوری تر خاط خوردن بچه کاکا. با خدا راست گفتی، با هم صمیمی تر میشیم. مادر به نظرت چطور معلوم میشم؟
آی چی بفهمم؟ کمی زیاد رنگ مالی نکدی؟ فقط که به عروسی میری. ایده که چی معنا داره مادر؟ دازم شما میفهمین که مدیر نوما خانم باید چه قسم لباس میپوشه؟ جانم تو رو با دختر مردم چی؟ یعنی چی که به ما چی؟ یوسف شوهر آیندیم است. همراه همکارو به غذا خوردن میریم. باید به لباس و سر صورت خود توجه کنم، اما تو نیست؟ توبه توبه. سلام عزیزم، آمدی؟ در پشت دروازه هستم. درست است، میایم. خداحافظ. یلماس خان تو آمدی؟ دیشب وقتی آمدم دیدم که ده اینجا خوابت برده. آی. چه دروغ بگویم خانم؟ دلم نشد که ناراحتت کنم. از این خاطر بیدار نساختمت. دخترم چطور است؟ خوب است. چرا اونجا نماندی یلماس خان؟ یک روز دگاه می بودی با دختر ما خانه می گرفتی، او را تنها نمی ماندی یلماس خان. خانم حمیده او دختر تنها نیست. در ضمن هنوز کارهای دانشگاهش هم تمام نشده بود. موضوع خانه بعد از گرفتن دانشگاه معلوم میشه. حالتمند هتل دختر ما بسیار آرام است. تو هیچ تشویش نکن خانم. چطور تشویش نکنم؟ تمام اوش و فکرم طرف اوست، چطور تشویش نکنم؟ خانم حمیده حالا دیگه بخیز که با هم صبحانه بخوریم. آی یلماس خان به خدا باورم نمیشه، شما تمام پر و بال من شکستاندین یلماس خان. حالا باز برم میگین که پرواز کن. ای گپام امکان داره بلی از خدا. خانم حمیده اگه این قسم ادامه بدی باز مریض خود شدی. جانم دختره صبح بخیر. صبح بخیر مدیر صاحب، چطور هستین؟ خوب هستم رئیس، شما خوب هستین؟ زنده باشین. صبح بخیر. صبح بخیر. من فکر میکردم که ناوقت کردم. خوب است که شما هم حال آمدین. چی کردی دختره؟ در جایش رساندی؟ چی کنم دیگه؟ به هتل رساندمش و پس آمدم. یوسف هم چند دانشگاه را دیده. فکر کنم در نزدیکی کازالای خود بود. من برش گفتم یک خانه پیدا کنین که در نزدیک لیلی معلمین باشه. میفهمی که جای نزدیک اونا جای خوبی است. میفهم. در کدام رستوران؟ سلطانه ای چای سرد شده، ای را تازه کن. بد شم یلماس خان. همون هتلی که همیشه میرفتیم دیگه جانم. بسیار تشکر. زنده باشی. زنده باشین. من فقط یک صبحانه ساده خارجی میخوایم. صبحانه خانم بسیار فوق العاده است. با ما کم پنیر بیارین. با ما پنیر بیارین. با ما یک قهوه بیار، شیرش زیاد باشه. چی کار خوبی کردیم که اینجا آمدیم. روزی که به فروشگاه آمده بودین هیچ گپ زدن نتونستیم، کارا زیاد بود.
همین قسم بود اما مهم نیست، کار است دیگه. بله راستی میخواستم گپ قبلا براتون بگویم در دفتر عکسایتون دیدم، اما شما از او عکس‌ها کدام مقبول تر هستین. زنده باشی، بسیار تشکر. لباسایتون هم بسیار میزبه. واقعا ایره یوسف خوش کرده بود. لباسای شما هم بسیار مقبول است، اما تو شیک هم هستن. زنده باشین، بسیار تشکر. اما میشه که بعد از این تشریفاتی صحبت نکنیم؟ بله، این قسمی خوشایندتر خواهد بود، اما نیست؟ کی زنگ زده؟ پدرم است. تو آن ازامم رش گپ نزدی اما ترس؟ نه خیر، گپ زده نتانستم. هنوز هم در خارج است. راستی ده همون روز افتتاح او به ترکیه پس میآید. تا حالا خب برش گفته نتانستم، اما همه که فروشگاه افتتاح شد برش میگم. فعلا حوصله سر صدای پدر من ندارم. من به اجازه تان یک بار تشناب میرم. ما هم رایت میایم. خب با نظرت بادا چطور است؟ خوب است، دختر خوبی معلوم میشه. ما خب برات گفته بودم با هم جور میایین. چطور شد؟ با نظرم چیزی با بخیلی نمانده. با اون دیگه بخیلی چی؟ او باید به ما بخیلی کنه. درست است، قسم سعی نکن، مزاق کردم، تو بالا برو، ما میایم. درست است؟ خب درست است. بله خاله. صبح بخیر شریک جان. با تو بسیار خبرهای خوش دارم. پس زود شو بگو. گپت راست بود. با دمرای پدرش بعد از افتتاح گپ میزنه، او هم دمو روز میایه. از این خاطر میخواستم بگویم که به اون خانم یک بار زنگ بزن و وسوسه‌اش کن. در تلفن برش بگو. نباید این فرصت از دست بدیم خاله. دختر کل چیز طبق خواست ما پیش میره. ایربان بگو که دیگه چی کدی هوا. همراه خانم بادا جور آماده تانستی یا نه؟ بله بله خاله، جور آمدم. راستش او قدرم که تعریف میکردی چندان کشفشی نداره. یک دختر معمولی است. از نزدیک دیدمش و قدرم مقبول است، باز به من خو هیچ نمیرسه. من به خاطر فروشگاه یک چند نام انتخاب کردم. حتما شما هم در این مورد فکر کردن نام انتخاب کردن، اما من به خاطر که مفکورهای شما رو نمیفهمیدم طور عمومی فکر کردم. مثلا فروشگاه خانجی اغلو، فروشگاه زر. به نظرتون چطور است یوسف خان؟ بهتر است که دیگه این نوبت یوسف خانه کنار بانه. خب شما در مورد چی گپ میزدین؟ من کمی ناوقت آمدم. به خاطر فروشگاه یک نام انتخاب میکنیم هوا جان. واقعا؟ خوب است. پس اجازه بدین که ما هم نظر خودم بگویم. فروشگاه کاپودوکیا. چطور است؟ نام منطقه ما رو بالا میبره. نمیفهمم، به نظر من خوب است. نظر شما چیست؟ راستش اسم مقبولی است اما کمی نواقص داره. کمی با اساسات اتحادیه ما مخالفت میکنه. من راهش پیدا کردم. چرا با سویه جهانی صحبت نکنیم؟ چطور از خانجی اغلو ارگانکس باشه؟ بیازو اینجا یک جای توریستی است، همونطور نیست؟ راستش قسم مقبول تر شد باده خانم. خانجی اغلو ارگانیکس. چطور است بچه کاکا؟ او بس خوشم آمد. کم بود فراموش کنم. یس تو است. وقتی شنیدم چه اتفاقی به موترت افتاده بسیار جگرخون شدم. امیدوار هستم این اتفاقات تلخ دیگه تکرار نشه. بسیار تشکر باده.
مهربان هستی. یوسف بیبی بسیار مهربان استی، تشکر. خواهش میکنم. او روز بسیار جگرخون شده بودی. فکر کردم که ایره برات بگیرم. بسیار تشکر. به خاطر که همسر یوسف خان میشی چشم همگی طرف تو میباشن. نظر نشی. آرزو میکنم همیشه خوش باشن. زنده باشی. تشکر. بیزو، حالا که همدیگر قدر دوست داریم چرا خوش نباشیم؟ آدم چی شد؟ نزدیک افتتاحست اما او هنوز نامده. چرا قسم میگی دختر ها؟ من چی کنم؟ میخوای رفته از خارج کش کده بیارمش؟ خاله به او خانم یک بار دگام زنگ بزن و همراهش گپ بزن. من همراه او گپ زدم جانم. کلی چیزا برش گفتم، تو تشویش نکن. وقتی میگم زنگ بزن یعنی زنگ بزن. برش بگو در محفل منتظر شماستیم. آقا جلالان باید بیایه و ببینه که دخترش چی شاهکاری انجام داده، کاری که گول زور بته. باز قسمی هرچی از دستش به انجام خواد داد. باز ما هم دیگه از دختر نجات خواد یافتیم. حالا دیگه دخترم تو هم شیطانه بازی دادی.
ناقخو نگفتن که از اتحاد برکت پیدا میشه. کلکی دست به دست هم داده و این بار سنگین آسان برداشتین. باده خانم زنده باشه. انرژی او به همگی ما کافی بود. آی باده جان دستای درد نکنه. تو چقدر با استعداد هستی با خدا. محمد راست میگه. اگه باده نمی بودی کار قدر زود خلاص نمیشد. بسیار زیاد تشکر میکنم، کلکی زحمت کشیدن. بچه خواندن در گوش ما. برو پیش نام زدت باش ببین تو با هم جور آمدن. لبخند بزن دخترم، پیشانی تا باز بگی. یوسف به خاطری که آماده شوم کمی تال خورد، ناوقت خونه کدو. خوش آمدی. بسیار مقبول شدی. زنده باشی. خوش آمدین مادر. خوش باشی بچه‌م. بسیار زیاد تبریک باشه. انشالله که بخیر کار شروع کنین. زنده باشین مادر. تبریک باشه بچم. انشالله که پاداش زحمتایت میگیری. زنده باشین خاله. خوش اومدی هوا جان. خوش باشی باده. تبریک باشه. زنده باشی. تشکر میکنم. دستایتان درد نکنه دخترم. بسیار مقبول شده. بسیار تشکر خانم. هوام بسیار زحمت کشیده. زنده باشه. تشکر. آه یلماز خان، چی میشد که منور ماما اینجا میبینی؟ کجا غرق شدی یلماز خان؟ هوا آمده. همروی سلام علیکم. خوش آمدی دخترم. خوش باشین پدر جان. تبریک باشه. زنده باشی. بسیار تشکر. ایده ای جای کم بود خدا نمیمانه. خوش آمده. تبریک باشه یلماز خان. نه بسیار تشکر میکنم. خانم شریفه خوش آمدین. خوش باشین خانم حمیده. چطور هستین؟ بسیار تشکر. آقا رمزی کجاست؟ رمزی به استانبول پیش توبراک رفتم. دوستا تمامتان خوش آمده. چند وقت پیشی پروژه فقط در خیالات ما جای داشت. با کمک خانواده مخصوصا محمد این خیال به واقعیت تبدیل کردیم. اما کار اصلی پروژه از باده پالولی است. آفرین. ما از برکت زحمت‌های شبانه روزی خانم باده تانستیم در کمترین مدت این فروشگاه را سر پای ایستاد کنیم. این دختر با ما ثابت کرد که زحمت‌های ما بی‌جا و بی‌ثمر نبوده. با در حضور شما از اینا تشکر میکنم. به جایی که یک قسم استاد شوی یک کار خوب. دخترم با خدا ما به تو افتخار میکنم. تبریک باشه. خوش آمدین آقا. خوش آمدین. باده کجاست؟ با تلفن مام جواب نمیده. صبح وقت از خانه بیرون شد آقا. یک گپ باید برات 20 دفعه بگویم. 20 دفعه برات بگویم. نگفته بودم وقته من خانه نبودم باید تیره بپرسی که کجا میره و چی میکنه. اما شما هیچ گپ نمیفهمین. حالا خدا میفهمه که او در کجاست. از صبح که به این طرف ورش زنگ میزنم اما جواب نمیده. بانش که بیایه باز من همراهش کار دارم. دزم در این روزا هیچ به شرکت نمیره. 24 ساعت که ببینیش در کجاست چی بد میکنه خانم. اگه به خاطر این موضوع بالای من کدام مصیبت میه باز بدون شک همراه باده ترام یک جا از این خانه بیرون میکنم. فهمیده شد؟ راستش موضوعی نیست که شما رو ناراحت بسازه آقا. یعنی چی که جای ناراحتی نیست؟ کدام موضوعی وجود داره بگونی؟ راستش گپ بزن دیگه آیشه. و خدا او بیچاره هیچ گناهی نداره. او در یک جای مناسب به خود وظیفه پیدا کرده آقا. خانجی اوغله ها را خو میشناسین. همراه اونا به کار شروع کرده آقا. چی؟
میخوای تا شب به شکواری طرف نامزادت سیل کنی دختر؟ چی کنم دیگه خاله؟ از هم دیگه دو دقام جدا نمیشن. توبه. بله دیگه، اونا موفقیت بزرگی را به دست آوردن. کیفشم خود دیدن دختر. اما تو هم خانم آیندی او هستی. همیاله برو که رسانه هم اونجا هستن. خدا یک بار نشان بده این موضوع را به کلگی بفهمان. حالا دیگه شما در آینده تصمیم دارین که در این کارتان محصولات خارجی را هم جای بدین؟ راستش هنوز در این باره فکر نکردیم، اما نظر به این که محصولات خارجی به هموطنان ما ضرر نداره فکر نکنم مانعی وجود داشته باشه. شما خانم حواستین اما تو نیست؟ بله درست گفتین. یوسف خان گفتن که در تأسیس فروشگاه شما هم دست داشتین. میشه که نظریات خود بسیار کوتاه اظهار کنید؟ به عنوان نامزادش هر قدر که تانستم کمک کردم. مسلک شما چی است خانم هوا؟ هوا طراح کارهای دستی است. در این کار بسیار مهارت داره. یوسف خان، حالا که در بین دو خانم زیبا قرار دارین میشه که یک عکس بگیریم؟ البته. تبریک باشه محمد خان. در وقت بسیار کوتاه کار واقعا بزرگی را انجام دادین. زنده باشن آقا فاتح. بسیار وقت میشد که منتظر این روز بودیم. یک بار مشتریان از این محصولات ما را بچشن باز این مارکت دیگه بزرگتر میسازه. تبریک باشه، شما مجوز به دست آوردین و از قانونی بودن محصولاتتان هم هیچ شکی نداریم. هرچی باشه یوسف خان در این مورد بسیار جدی است. مطمئن هستم که از شما هیچ خطای سر نخواهد زد. اما دولت در این مورد هیچ کس رفع نمیکنه. کسی که بی قانونی کنه زندانی خواهد شد. واقعا؟ بس دولت در این مورد بسیار جدی است ها؟ دقیقاً. هیچ چیزی از چشم دولت پنهان نمیمونه. از این خاطر بازم در جنجال میمونیم. همگی با جدیت کار میکنن و جزای مجرم سنگین میباشه. بیادر بیبی کی آمده یا آقا جلال نیست؟ اوه آقا جلال خوش آمدین. خوش باشن یلماز خان. گفتن که شما خارج از کشور هستین. هیچ فکر نمیکردم که در اینجا باشین. بچیم دختر ما باده کجاست؟ برای سانا کدام نشان میده. یلماز خان میشه که با هم کم خصوصی گپ بزنیم؟ بفرمایید دفتر میریم. بیادر چی گپ است؟ خاله باده کجاست؟ یوسف هم نیست. هر دویشان معلوم نیستن. دختری گپاره بان. پدر و دختر آمدن. ها یوسف هم آقا جلال گرفته بالا برد. چی میگی؟ پس چرا نمیگی که از این مشکل نجات پیدا کردیم؟ چی می نوشی جلال جان؟ من اینجا به خاطر قصه کردن نامدم یلماز خان. دخترم همراه شما کار میکنه، همه نیست؟ بله همه قسم است. سر دخترت هر قدر که افتخار کنی کم است. او را بسیار خوب پرورش دادی و ماشاءالله در کارایشان بسیار موفق است. حالی گپارا بان یلماز خان. من رضایت ندارم که دخترم همراه شما یا کس دیگه کار کنه. فهمیده شد یا نه؟ نفهمیدم. یک دقیقه پدر. اما چرا آقا جلال؟ ما هم دیگر دیدیم و مشناسیم. مشکل چی است؟ به نظرم مهم نیست که جزئیات بفهمی باشیم. او را همه قسمی که استخدام کرده بودی اخراج میکنی بس. چطور یعنی؟ این تصمیم که در اینجا کار کنه خود باده گرفته و با تصمیم خودش اخراج خود شد. ما فعلا دلیل ندارم که او را اخراج کنم. تو همراه کس دیگه کار میکنی یوسف خان؟ نمیکنی، همه تو نیست. بادام مثل تو تحصیلشه به خاطر بلند بردن مقامه شرکت خود استفاده خود کرد. فهمیدی؟ به خاطر کدام شرکت دیگه نه. اگه دختر تیری نخواهی باز چی؟ این چیزی نیست که او در موردش تصمیم میگیره.
ای که کدام کار به او مناسب است در این مورد فقط من تصمیم میگیرم، کس دیگر نه. شاید که دخترم کم عقل باشه، اما تقدیر او را پدرش رقم خود زد، به خاطر که او دخترم است. تو هم از عقلت استفاده کن، بین پدر و دختر مداخله نکن. همو قسمه که من در موقع استخدامشم دخیل نبودم، همو قسم مرا در اخراجشم دخیل نمیسازی. اگه نه باده بیشتر از این ناراحت خود شد. یا آقا جلالا بیبی در مورد دخترش تصمیم میگیره و ما را مجبور میسازه. میخواد که او را از کار اخراج کنیم. شکر کنه که در منطقه ما بود. درست است بچیم، تو عصبانی هستی میفهمم، اما با اصحاب آرام باید این مورد فکر کنیم. درباره چی فکر کنیم پدر؟ ما فردا بادر میخوایم و برش میگم که پدرتی قسم گفت. درست است یوسف. آقا جلال زشت کپ زد، اما یک بار به جای او خود قرار بده. ها؟ تو هم پدر است، یک بار دقیق فکر کن. اگه مشکل داره همراه منه، همراه دختر خود حل کنه. بچیم، ما به خاطر شما یک عالم آرزو داریم. میخوایم کارایی را که ما انجام داده نتونستیم تو انجام بدی. بچیم زنده باشی، مرا هیچ وقت مایوس نساختی. اما اگه خدای نخواسته برعکس این موضوع می بود باز چی؟ اگه ما با تمام امید کارا را به تو نمی سپردم و تو قبول نمی کردی باز چی؟ پدر ما و شما یک قسم نمی بودیم، یک راه حل پیدا می کردیم. یوسف جانم، تو خو میفهمی باده یگان اولاد آقا جلال است. تمام امیدهای آقا جلال به او بسته شده. از این خاطر من میگم که او حق به جانب است. بچیم پدر او دختر شب و روز کار کرد، حالا ما چطور او را اخراج کنم؟ ما بین پدر و دختر مداخله کردن نمیتونیم. بچیم یک وقت مناسب آمد به مثل کو. به نظر من همراه اینا هیچ روی خوب نداره. چای دیگه آماده شدم، تو اینا را بگی و مستقیم بالا برو. یک دفعه چیزی نگوین. به تو چی گفتم میتونن؟ بعد از اونا طرف چپم سل کردن نمیتونن. حالا دوباره باید تمثیل شروع کنی. حالا دیگه حالا گپای مرا فراموش نکنی، اما خوب متوجه باش چیزی را که میگم همه تو کن. خب درست است. بیبی در مورد تمام گپایم یک بار دگان فکر کن و بعدا یک تصمیم خوب بگی. بچیم درست است؟ پدر جان براتون چای آوردم. زنده باشی دختر من امینشم. درست است. یوسف بشین. خوب استی عزیزم؟ دم افل کدام اتفاقی افتید؟ ناگهان برآمدی و اینجا آمدی، حالم لبورید کشال است. در وقت غذام خاموش بودی. دو راهی قرار دارم، هوا نمیفهمم چی کنم. موضوع چی است جانم؟ جان مادر، دختر مقبول من، نوش جان دختر یک دانه من. درست است. بیبی پدرتام آمده، برد سلام میگه. درست است یک دانه. میبوسمت جانم. منور برات سلام گفت. تو را چی شده؟ نه جانم چیزی نیست، فقط کمی خسته شدیم خانم. خوب است.
اما یوسف هم کمی عجیب بود. از من خود چیزی رو پنهان نمیکنی. نه یوسف هم به خاطر هیجانی افتتاح حتما بسیار خسته شده دیگه. من یک شاور میگیرم بعدن میخوابم، بهتر خود بود. بسیار بد شد یوسف. باید به خاطر مارکت بسیار زحمت کشیده بود، اما پدرش باید او را درک کنه. پدرش هم رای ما بسیار زشت گپ زد. از دیگه طرف هم این موضوع خانوادگیشان است. حق به جانب هستی جانم. وضعیت دشواری است. ما ایره میفهمیدم که همراه پدرش قهر است، اما این موضوع دیگه اعصاب مرا کاملا خراب میسازه. راست میگی عزیزم، راست میگی، اما یک بار ایران فکر کو که شاید باده یک وقتی به این کارهای پدرش حق بته و او را درک کنه. شاید درک او خوبی کنه یوسف. یک بار فکر کو اگه تو امرای پدرت مخالفت کرده برش میگفتی که میخوای امرای کسی دیگه کار کنی، باز او به توی اجازه را میداد؟ این قبول کرده میتونست ها؟ در مورد خودتان یک بار فکر کنین. ما هم نمیخوایم که اولادم از خانه خودم دور باشه، بره و در یک جای دیگه کار کنه. به هر حال خودت بهتر میفهمی. در این مورد خوب فکر کن. مطمئن هستم که بهترین تصمیم خود گرفتی. سر من ناوقت شده. مادرم به تشویش میشه، باید برم. درست است؟ نخیز بشی. مراد مرا میرسانه. تو هم زیاد ننوش. درست است؟ چای ننوشیدن دختر؟ خب چی کردی؟ گپ زدی؟ نباید وانمود میساخته که خبر داری. مرا قدر لوده فکر کردی؟ چی گفت؟ حالا در این فکر است که باید چی کنه. یعنی از او دختر راضی است. بی زود تصمیم گرفتن نتونستن. او پیش پدرشم عزیز بوده، همه نیست؟ خود دیگه عادت های مرداست. در نزدیکشان دخترهای زیبا را میخواین. خاله بازم چتیات گفتن شروع کردی؟ یوسف به خاطری که او در اینجا زحمت کشیده نمیخوای که اخراج شوه. دختر تو اینا را به من یاد نته. من این مردا را خوب میشناسم. کل کارایشان همه قسم است. به کس خوب نمود نمیکنن. باور که کلشان یک قسم هستن دختر. خاله بان دیگه بلیاز خدا. بسیار خوب. من خو حقیقت گفتم شریک. حقیقت گفتم. نمیخوایم. سلام، وقت بخیر. مرا خواستین یوسف خان؟ راستش ما اینجا می آمدم که براتون مجله رو نشان بدم. ما بسیار تشویق و حمایت شدیم. من اینقدر هیجانی شدم بدون اینکه به شما بگویم خبرها را در صفحه اینترنت ما شریک ساختم. امشب همراه پدرم هم صحبت کرده، کلی چیز برش میگم. دیگه لازم نیست بادا. ما یک تصمیم گرفتیم. ما در مورد بودجه و مصرف فکر کردیم. مصرفی فروشگاه از چیزی که ما تخمین زده بودیم زیادتر میشه و او قدر بودجه نداریم که دیگه به کسی پول بدیم. به خاطر تمامی زحماتت بسیار تشکر. همراه امور مالی گپ زدم. معاش قدر وقت تا به حسابت اضافه میکنم. ینگا صبح خیر. صبح خیر محمد. پیش یوسف آمدیم اینجاست.
فکر کنم همراه باداد داخل هستن. اونا با هم جلسه دارن. خب پس من مزاحمشان نمیشم. اگه مشکل فقط پول است، شما میفهمین که من این کاره به خاطر پول انجام نمیتونم یوسف خان. دایی فقط تصمیم من نیست. دایی تصمیم هیئت اداری هم شما. نمیفهمم این هیئت اداری چی وقت جلسه گرفتن؟ صبح بخیر. درست است یوسف خان، درست است. صبح بخیر باده جان. چطور این کار کرده تونستی بچه کوکو؟ او یوسف قدر شناس کجاست؟ ما چی میکردم محمد؟ در بین پدر و دختر مداخله میکردم. گفتم که رای دیگه به فکرم نرسید. پدرم و حتی هوا میره گفت که نباید در مسئله خانوادگیشان مداخله کنم. پس کاکای ما هوا هم نظر هستن. اما تو یک چیز فراموش میکنی یوسف. بادا مدیرم است. اگر قرار باشه که از کار اخراج شوه ایره ما تصمیم میگیرم، نه هوا. یوسف خوب هستی؟ پیشتر که می آمدم باده را دیدم. فکر کنم تصمیمت برش گفتی. خدا لعنتش کنه، نباید این قسم میشه. چی بگویم؟ جگر خون نباشه دمی به خیرتان بوده باشه. بیبی من از یه چیز خبر نداشتم. اگه میفهمیدم باز حتما مانع اونا میشدم. در ضمن یه چیز قسمی که به نظر میرسه نیست. بیازم من مطمئن بودم که هیئت اداری کدام جلسه نگرفتن. راستش از اولم کلی چیز معلوم بود. هوا از همون اول از من خوشش نمی آمد. اما من فکر نمیکردم که به این اندازه پیش خواهد رفت. متاسفانه این قسم نبوده. بیبی او حتی ذهن یوسف هم مخشوش ساخته. وقتی آدم نسبت به همسر خود ضعف داشته باشه باز نتیجهش همین است دیگه. این موضوع با هوای ارتباط نداره. اگه قسم می بود باز من هیچ وقت اجازه نمیدادم. پس موضوع چی است محمد خان؟ خوش آمدی دخترم. بیا بیشین. به من دخترم نگو. یک پدر از دختر خود حمایت میکنه، دستش میگیره. اما تو مانع پیشرفت من میشی. از خبر شدی. تشویش نکن، به کار نمیمونی. بشین. تو چی قسم یک انسان هستی؟ اگر راضی باشی یا نباشی راه تو معلوم از دخترم. اگر خواسته باشی خودت شکنجه میکنی یا که با خوشی کارت انجام داده و افتخار میکنی، اما اگر بخوایی که قسم سر دل خود پیش بری باز با اتفاقات بدتر از این رو برو خواهد شدی. من حاضر هستم که این مشکلات رو تحمل کنم پدر. خب در جام چندم زبانت باز میشه ها؟ گفتی موضوع یوسف از تیز خود اینجا رساندم، اما تو فقط نوشیده میری. بسیار قهر هستم بیادر. بالا یوسف بسیار قهر هستم. این گپا خب فهمیدم، اما ایره بگو که باید چی کنیم. ما رای نابودی یوسف پیدا کردیم. چه قسم را؟ یوسف خانجی اغلو را با مو جای روان میکنم که تو از اونجا بیرون کرده بودم. با زندان؟ اما این کار چی تو خود کردی؟
خدا قدر جگر خون نساز بچیم. ده کار تو اشتباهی نداری. هیچ خوب نیستم پدر. با او دختر یک عالم دروغ گفتم. سلام عزیزایم. نوش جانتان. نوش جان. نوش جانتان. دلم شد که براتون از آماده کنم. انشالله که خوشتان بیه. چرا زحمت کشیدی دخترم؟ زحمت چی مادر جان؟ خواهش میکنم این قسم نگوین. ای کاش که با درام دعوت میکردیم. بچه خانم باده آمده در پشت دروازه است، میخواه شما را ببینم. آی کاش که یگان روزوی دیگه میکردم به خدا. چرا او دختره دادان دروازه استاد کردین؟ داخل بیاریش. ما رفتم میبینم مادر. خانم بچه ضرورت داریم؟ یولماز خان میشه یک بار همراه ما بیایی؟ دختر یا اون وقت احساس شدن است، برو سر کو که چی میکنن. میبخشین که در وقت شب مزاحمتان شدم. استغفر الله. من کل چیز فهمیدم. پدرم شما را مجبور ساخته. من تا حدی با شما صمیمی شدم که گپای خانواده من براتون گفتم. من در مورد مشکلاتی که همراه پدرم دارم و اینکه کار کردن با شما چقدر برام مهم است کلش براتون گفتم. اگر شما با من صادق می بودین شاید راحت‌تر میتونستم از کار کردن منصرف شم. اون قسمی که به راحتی از کار کردن با پدرم منصرف شدم. من نمیخواستم تو را ناراحت بسازم. معذرت میخوایم. این دختر چقدر بی‌شرم است. از کار اخراجش کردن بازم به خانه آمده. به نظر چی خاله من چی بفهمم؟ نمیخواستم رابطه تو و پدرت خراب شود. اگر راستش رو بپرسی نمیفهمیدم که نگفتن این موضوع قدر مشکل ساز میشه. درست است. ما ایره نمیگم که ما کار درست انجام دادیم. اگر خواسته باشی فردا بیا و با کارت ادامه بده. من خوش میشم. صادق بودن تنها چیزی است که من در زندگی برش ارزش قائل هستم یوسف خان. من چطور بعد از این سر شما اعتماد کنم؟ به هر صورت من فقط خواستم ایره بفهمین که چی احساسی دارم. شبتون بخیر. او دختر خوره؟ به خدا که رفت. آی یوسف ماما من قسم استاد است یولماز خان. حال چی شده یولماز خان؟ میگفتی که چیز نیست. پسی چی است؟ باده دیگه همراه ما کار نمیکنه خانم. یعنی چی؟ نفهمیدم. چرا؟ قصهش بسیار طولانی است خانم حمیده. پس چرا من از این قصه خبر ندارم؟ به نظر خودت چی باشه؟ بیا از همون روز اولی که دختره دیدی نیت تو معلوم بود خانم. یوسف هم به زور خانه شد. نمیخواستم که او از این بیشتر متاثر شود. آفرینت به خدا یولماز خان. با خدا قسم که آفرینت. یوسف چی شده؟ او چرا اینجا آمده بود؟ از این گپ خبر شده که دلیل اخراجش پدرش است. خب بالاخره باید از این گپ خبر میشد دیگه. او حق داره هوا. برش دروغ گفتم. باید از اول کل چیزا برش راست میگفتم. ولی چی تغییر میکنه؟ نه خدا جگرخون نساز. پشت آب رفته بیل گرفته نمیشه. بیا که قدم بزنیم شاید کمی برات خوب باشه. چطور؟ ما کم استراحت میکنم. تو را مراد خانه میرسانم. درست است؟ درست است. تو هم دیگه خدا جگرخون نساز. درست است؟ درست است.
مشکل خانم محترم چی بوده؟ خاله من از اول برات گفته بودم او دختری گپ قبول نکرده و رفته. ایره فهمیده که در این کار پدرش دست داشته. سر یوسف هم بسیار قهر شده. من برات یک گپ میگم، اینو اگه بار دیگه هم دیگه ببینن سلامم نمیتن. این موضوع دیگه کاملا بسته شد. خوب است. پس امشب دیگه به در جمع میخوابی؟ انشالله. مراد من داخل میرم، وسایل من میگیرم، تو منتظرم باش، درست است؟ اگه موضوع مهم نمی بود باز در گل صبح مرا نمی خواستین. خیرت باشن. های هیچ نپرس سلطانه. مرا رمزی دیوانه خود ساخت. چی شده؟ او باز چی کده؟ گپ بزن دختر. خیسته استانبول رفته. پیش توپراک؟ او خدایا. خب معلوم است که در اونجا گد و ودی کرده دیگه. توپراک به من چیزی نگفته، اما من دختر من خوب میشناسم. صدایش کمی عجیب شنیده میشد. من چی بگویم؟ رمزی خب یک دیوانه مشهور است دیگه. با وجودی که ما در اینجا متوجه او هستیم بازم موفق میشه که هوا را ناراحت بسازه. در اونجا خب کاملا آزاد است. حتما در اونجا زندگی او دختره به زندان مبدل ساخته. به او دیوانه میگفتی که پس بیای خواهر. گفتم چطور نگویم، اما تلفن قطع کرد. خلاص سلطانه بیبی، من میگم که نمیشه که تو هم به استانبول بری یک بار ببینی که او دختر خوش است یا نه، و باز وقت آمدن رمزی روم گرفته همراه خود بیاری. سلطانه این کار برای میکنی؟ بله دنیز جان، من حال بسیار کار دارم. میشه بعدم برای زنگ بزنم؟ خداحافظ. بادا لوازمت جمع کردی؟ اگه اجازه شما باشه اینا را جای بجای میسازم. از شما هنوزم خفه هستم، اما تا جایی که فکر کردم اگه از این شرکت جدا شوم باز کل چیز طبق میل پدرم خواهد شد و ما ایره نمیخوایم که او برنده شوه. از همین خاطر اگه هنوزم سر گپتان استاد باشین میخوایم همراه شما ادامه بدم. جای شما بالای چشم ماست. عزیزم
یک دانم تو اینجا بودی؟ بله. بیبی ما به تو خبر خوش دارم. با ده همراه ما به کار ادامه میدیم. عروسی تا پای مرگ در کنار هم هستیم. های بسم الله. هوا مادر. های دخترم. بازم خواب بد دیدی دخترم. دخترم تو را چی شده که هر شب قسم کابوس میبینی ها؟ در خواب نارامی میکنی جانم؟ نه خیر نه خیر، قسم امکان نداره دختر جان. امروز من تو را پیش بیبی میبرم، تشویش نکن که یک چند دو سرت شف کنه. جان مادر تو حال زود باش، ده سروی تبوشایی باز پیش بیبی میریم که تمام ای وسوسه‌های بعد از ذهن دور بسازه. بعد از او با هم یک صبحانه مزه‌دار نوش جان میکنیم. نه ما با یوسف امروز به تمرین میریم، باز اما تو صبحانه میخوریم. درست است، شما تشویش نکنید. درست است دخترم. مادر خالیم چی وقت میایه؟ هایی هیچ نپرس دخترم. او را به خاطر آوردن پدرت به استانبول روان کردیم. بسیار وقت میشه که رخصتی میکنه، ده همین روز خاط آمدن. اما تو چرا ای را پرسیدی دخترم؟ چیزی نیست، همین قسم پرسیدم مادر. خوب است، من میرم برات آب بیارم. خدایا تو برم کمک کن لطفا. دیدی که چقدر زود آمدیم خیاشنا پرواز کردیم. میگفتی که بالای رانندگیم اعتماد نداری. از خدا میخوایم که این زبان تیز تو رمزی دیوانه. یوسف خود خان فکر میکنه، اما من این موتر پیشش برده برای شیره میگم که ایره دامادم خریده. باز وقت میبینه که چه قسم یک باجه داره. داماد نوم بسیار خرابات است، جوره نداره به خدا. یعنی میخوای با این کار سر درخت کشیشتی شاخش قطع کنی اما تو نیست؟ ما سر درختی نشیشتیم. با یوسف 100 دفعه گفتم که من به موتر ضرورت دارم، اما تیر خود آورد.
اما بیبی به امار بچیم یک بار گفتم که موتر میخوایم. روز بعدش کلید موتر به دستم داد. توبراک دخترم آدم بسیار مناسبی را پیدا کرده ماشاءالله. خود دیگه از این قسم انسان ها بسیار کم پیدا میشه به خدا. یاسنا جان اینجا استانبول نیست. آدم مال حلاله در خانه خود پیدا میکنه. یادت باشه که تو از خود خانه آدم داری. بله عزیزم آمدی. مام در باغچه منتظرت هستم. هوا گوش که برات چی میگم. اگه مشکلی نداشته باشی میخوایم درس رانندگی را به تعویق بندازیم. چرا برات کار پیش آمد؟ در شرکت اتاق باده را جور میکنن. چند نفر به خاطر آوردن مبل فرنیچر میاین. از این خاطر باید ما اونجا باشم. نباید خود باده پولش و پردازی به شرکت ما ننگس. خب درست است. کارم که تمام شد برات زنگ میزنم. درست است جانم. باز گپ میزنیم. باده 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 باده. از این کلمه خسته شدیم. کی از عواز؟ ها چطور که یاد ما کردی دختر؟ کجاستی خاله؟ میایم. چطور میایی؟ چند روز است که میگی میایم اما هنوزم نامدی. برخطا نشو. باز چی شده؟ خیرت باشه. دیگه بس از کاسه صبرم بیخی لبریز شده. بر قیمتی که شده رفته امرای امیده مادر گپ بزنم کی بادر از ما دور کنه. دختر گفتم که میایم وقت آمدن باز با هم یک چاره پیدا میکنیم. خاله دیگه چیزی برای گفتن نمونده. باور کنین دیگه به من صبر نمونده. بس است دیگه. هوا چی؟ تو بازم نمیخوای که عقل خدا به کار بندازی؟ گوش کن بر چی میگم. این دیگه چه منامته که میری امرای خانم امیده گپ میزنی؟ اگه این کار کنی میفهمی که موافق ما از بین میره. توبه چرا از بین بره؟ تو فکر میکنی که من امرای امیده مادر گپ زده تو رو از میدان بیرون میکنم؟ اما این فکر از سرت بیرون کن. خود دیگه بعدن گپ میزنیم. دزم حمیده مادر مرا دوست داره به من کمک خواد کرد. خب دیگه قطع میکنم. ای دختر تو کاملا دیوانه است به خدا. محمد ای چی است؟ میخواستم متعجبت بسازم اما گیر آمدم. بسیار مقبول است. چی ضرور بود محمد خان؟ بیا زود چند روز میشه که کلی چیز با دستای خودت جای به جای میکنی. نه جانم اون موضوع فرق میکنه. یک تحفه است به خاطر اتاق جدیدت. زنده باشین. بسیار مهربان هستین. میگفتی که لندن بسیار دوست داری. یک پارک در لندن است. ایره با او خاطر آوردم. بسیار تشکر. اوه کارا دیگه خلاص از به نظرم. کل چیز بسیار عالی است یوسف خان. بچه کاکاتو با ینگجان درس رانندگی نداشتی؟ او را به تعویق انداختم. فکر کردم به چیز ضرورت پیدا خواهد شد با کمکتان آمدم. شما زحمت نکشین. محمد خان زنده باشن هیچ کاری باقی نمانده. ایره کی آورده؟ بسیار مقبول است. این تحفه محمد خان است. در اینجا نصبش میکنیم. بسیار خوب میشه. خب دیگه اگه مرا کار داشتین ما در اتاقم هستم. درست است. بیا که اینو نصب کنیم. اگه خاله کارداری خانه نیست. یوسف خانم بسیار وقت میشه که از اینجا رفته. حمیده مادرم کجاست؟ در بالاست. آدم موزه. البته خانم امینه البته که میایم. در ضمن امرای دختر پالالی ها باده میایم. این فرصت از دست نخواد دادم. البته که میایم. خوب دیگه جانم. خداحافظ. خداحافظ. حمیده؟ من درست شنیدم؟ چی ره جانم؟ تو به محفل هنرشان امرای باده میری؟ بله.
این کارا را به زد انجام میتی حمیده. چی رو بزد انجام میتم؟ بی از اونایی دخترم میشناسن، همسنفیشم بوده. هیچ میفهمی؟ محفل شب هنا را در امام برگزار میکن. ای با خدا بسیار ساعت ما تیر خود شد. به خدا تو چی یک زن بگفتی هستی حمیده؟ بی از او تو دهی اواخر به خاطر نزدیک شدن به او دختر جان میتی. پشتی دختر چی وقت اعلام میکنی؟ ای بابا بان دیگه تو هم ما با هم مشکل نداریم، خوش هستیم. خوش او دختر امرای ما خوش است و ما امرای او خوش هستم. به امی سادگی دیگه چی میخوایی؟ من هیچ خوش نیستم خانم حمیده. دزم خودت خو میفهمیده اونجا کلگی انتظار دارن که تو همراه عروست به محفل میری و عروس تو هم هوا از حمیده. اگه زد کنی و همراه باده به اونجا بری باز برای همیشه ازت خفه خواهد شده. میره فراموش نکن. تو به خدایا به مسائل که یولماز خان، تو چرا همیشه میخوایی که مرا تهدید کنی؟ در کارهای ما مداخله نکن. ما کدام وقتی به تو گفتیم که امرایی ای گپ نزن، امرایی ملاقات نکو، امرایی نگرده؟ تو گفتیم ما کلان زن هستم، در کارهای ما مداخله نکن. دلم امرای هر کسی که هر جای خواسته باشم میرم و بس. صبح بخیر پدر جان. صبح بخیر دخترم، خوش آمدی. خوش باشین. خیرت باشه. هوا ده ای صبح وقت چیزی شده دخترم؟ دختر ما به خاطر که پیش ما بیایه باید دلیل داشته باشه. شاید خواسته باشه که امرای ما صبحانه بخوره. یولماز خان طبعا که سر چشمای ما جای داره. من فقط به خاطر پرسیدم که به تشویش شدم. راستش مادر جان من اینجا به خاطر گپ زدن آمدیم. یک موضوع است که من ناراحت ساخته. البته اگه وقت داریم. البته دخترم بفرمایین گپ بزنین. بیازو من میخواستم که بیرون رفته هوای تازه بگیرم. حالا دیگه تو امرای ما بیا. بیا اینجا بیشی دخترم بیا. آی دخترم چی گپ از بلیاز خدا؟ در گل صبح خیستی اینجا آمدی، حتما موضوع مهم است. مادر جان لطفاً گپای مرا غلط درک نکنین، اما من یک مشکل دارم. یعنی راستش یک چیزی هست که مرا ناراحت میسازه. او چی است دخترم؟ چی شده؟ من اینو نمیفهمم مادر که یک شخصی که وقتی قدر پول دار است بازم چرا قدر ضد میکنه که امروی کسی دیگه کار کنه، در حالی که خانوادهش مانعش میشن و به این کارش رضایت ندارن. بازم او با خانوادهش مخالفت کرده، غرور خود از زیر پای کرده، جایی که بیرون شده دوباره میایه و کار میکنه. خواهر خوش آمدی. شکر که بخیر آمدی. دختری شیرین زبانی را بانویی را بگو که هوا کجاست. پیش خانم حمیده رفته. آی به خدا من خویی چیزا نفهمیدم. تو در مورد کی گپ میزنی؟ من در مورد باده گپ میزنم مادر. چطور یعنی؟ نه باده خودم. خانم حمیده همیال آمدم، خواستم ازم اول شما رو ببینم. ایام برگ سبز توفه درویش دهنتان شیرین کنین که من خوش شوم. خوش آمدی سلطانه. اما ما حالا درباره یک موضوع مهم گپ میزنیم بعدن ها. معذرت میخوایم. درست است میرم. احمق حتی سبانه خود نخورده اینجا خود رسان. خب در اوایل میخواستم که نیت نیک داشته باشم، طرفشم می قسم سعی میکردم، اما بعد از این اتفاقات مادر نیتی دختر کار کردن نیست. مشکل او چیز دیگه است. دخترم پس خواسته او چی است؟ من هیچ نفهمیدم. خواسته دختر یوسف است مادر. میخواه به او خود نزدیک بسازه. یعنی تو میگی که باده از یوسف خوشش آمده؟ بله، امی قسم فکر میکنم.
این دختر ناقی کارا را نمیکنه مادر. یعنی دروغ نگفتن که دل به دل را داره. من این حس میکنم. شاید چیز نباشه که به دست گرفته و بچه‌شم دیده شوه، اما من این احساس میکنم. من غلط درک نکنین. من سر یوسف باور کامل دارم، سر او شک ندارم، اما من سر باده شک دارم. توبه توبه، ای باده را سیل کو. وقتی که وارد قضیه شدم کاملا مطمئن شدم. میفهمین که یوسف چقدر جگرخون شد؟ صدها دفعه معذرت خواست، اما او دختر همیشه به ناز کردن ادامه میداد. چرا؟ نمیفهمم. با خدا دختر مازی موضوع هیچ خبر نداشتم. تو میگی که این دختر از یوسف خفه است، یعنی از بچه ما خفه است، اما تو یک گپ است؟ بله، امی قسم است. نمیفهمم که او اجارت از کجا پیدا کرده. چون این قسم رفتار میکنه؟ یوسف رئیسش است. بله، تو حق به جانب هستی. وقتی این وضعیت دیدم بسیار شک کردم مادر. نمیفهمم که چی کنم. به یوسف هم چیز گفته نمیتونم. نمیخوایم او فکر کنه که من سرش شک دارم. میترسم که فکر کنم به بخیلی میکنم و قرض شوه. نمیفهمم چی کنم و دیگه تحملم نمیتونم. میفهمم دخترم، میفهمم. تو خال یکم حق به جانب هستی، اما از من چی میخوایی؟ بگو من چی کدام میتونم؟ مادر لطفا به من کمک کنین. این دختره باید از یوسف دور نگاه کنیم. هوا را چی گفته به خانه میری؟ بنار یک بار خو حقیقت بپرس بازو کار کو. تو خو مرا دیوانه خود کردی. تو به خاله مدالای طلایت چی کردی هوا جان؟ میشه خاله برای یک بارم که شده سرم ریشخندی نکنی؟ دعا کو که در قصر هستیم. اگه یک جای دیگه می بودیم هر قدر که لط کوبت میکردم بازم دلم یخ نمیکرد. درست است. از اینکه منتظرت نماندم سرم قهر هستی، اما در این روزا جانم به لبم رسیده. خبر خداری؟ وقتی به همین ده گفتی برای چی کرد؟ خوب شد که گفتم. گفت از خوشی یوسف که هیچ چیز برام مهمتر نیست. گفت کمکت میکنم. ای توبه توبه، براستی که دختر دیوانه است. او هم میایه از کی کمک میخواه. هیچ باورم نمیشه با خدا. ای صبر کو، هنوز کجاست؟ این خوش شروعش است. از اول برام قصه کو دختر. چی گپ شد که در 3 روز قسم دیوانه شدی؟ بگو چی نشد. فردای امروز که ما فکر کردیم باده خانم برای همیشه رفت، من بسیار خوب خود آماده ساخته پیش یوسف به شرکت رفتم. با صبحانه کاملا مخصوص که از خانه برده بودم، یک بار دیدم که باده خانم در مقابل ما آمد. خب به خاطر چی دوباره آمده بوده؟ به خاطری که اگه وظیفه خود اعلام میکرد پدرش برنده میشد. از اون خاطر غرور خود زیر پای کرده و دوباره پس آمده. وقتی که او دختر مغروری کار انجام داد، رفتار یوسف کاملا تغییر کرد. حالا جان کاش که اونجا می بودی و می دیدی. با خدا و دختر بسیار غیرتی بود. نخواستم رابطه او با پدرش خراب شد، اما بازم آمد. چیزی به گفتن نبود. اینا رو خودم آماده کردیم. خوشت آمد؟ راستش قلب دختر شکستند. باید یک کار کنم که دوباره قلبش به دست بیارم. خب چه قسم قلبش به دست آورد؟ به خانم محترم بسیار یک اتاق بزرگ داد. طراحا آمدن و اتاقش آماده کردن، خوب جمع جور کردن، مثل یک اتاق عروس. یوسف خان حتی تمرین امروز منو فسخ کرد، به خاطر که امروز بر اتاق باده خانم مبل می آوردن و اگه یوسف نمی بود خودش پول اونا رو می پرداخت و این برای شرکت ننگ بود. اگه این قسم میشد باز تمام چاپلوسی یوسف خان با خاک یکسان میشد. خب تو هم طاقت کردن نتونستی دویده پیش خانم حمیده رفتی؟ بله. برش که گفتم کاملا تعجب کرد. تو تشویش نکن، آلو هم دست عروس خود است، مرا هیچ چیز نخواهد شد. میفهمم. خب فکر میکنم حال بدبختی شروع شد احمق. حمیده از این به بعد هم دستت نه، بلکه بزرگترین مانع رایت میشه. فهمیدی؟ گپت خو قبول میکنه، اما به اندازه سوزنم دوستت نداره. حالا او فهمیده که بزرگترین ضعف توی دختر است، از او خاطر امتحانت میکنه. همه جای نشانی باشه. اگه او دختره خانم یوسف نساخت نامم سلطانه نباشه. باز نگوی که نگفته بودی.
باده؟ تشکر خاله حمیده. شما چی حال دارید؟ خوب هستم. بسیار پشت دق شدیم دخترم. از وقتی که کار شروع کردی کم میبینم. میخوایم کدام وقت مناسب پیشت بیایم و یک چیز برات میارم که متعجب شوی. البته خاله حمیده. چرا نه، بفرمایید بیاین. ولی واسه خدا خاله تو چی میگی؟ عقلتا میگم یک کمی عقلتا به کار بنداز. این باده خو از آسمان نامده که او را پیش یوسف خواست. ها بگو کی خواست؟ حمیده مادر. اینا خوب بفهم. او را به خاطر پیش یوسف آورد که به هدف خود برسه دختر جان. منظورت است که حمیده مادر به یوسف گفته که این دختر به کار بگی و یوسف هم گپ مادر خود به زمین ننداخته او را مقرر کرده؟ حمیده خودش چرا بگویم؟ به خاطر مقرر ساختن او دختر، یعنی باده میگم، از محمد استفاده کرد. هوا اوه بخواهید نمیفهمم که تو چی میگی. این گپای ناقص کجا میکنی؟ در وقت رابطه ما و تو هیچ خوب نبود. حمیده به ما پیشنهاد شراکت در این کار کرد. چی؟ بله، خانم حمیده کاملا واضح برم گفت که نمیخوایم این دختر عروس خانواده ما شود. گپ مفهومیدی؟ اول کار خود از یک میمانی شروع کرد، دید که تاثیر نکرد، خواست بازی‌های بزرگتری را برا بندازه. خب گوش کو چی میگم. ما هیچ وقت هم دست او زن نشدیم ها. از روی تو برش خانم جان گفتیم، احترامش کردیم، اما ده سال هم دست تو بودیم. من نفهمیدم. هم دست من یا هم دست اسامی که میخوایی به دست بیاری؟ شریک. معامله است. من نمیخوایم حسام از دست بدم، تو هم نمیخوای که یوسف خان از دست بدی. ترسیده بودی نه؟ فکر کردی که من تو را فریب میتم و رفتی دوباره هم دست حمیده مادر شدی، اما تو نیست. من برات نگفته بودم که معامله است. ترسی چی دختر؟ اگه من پیش او نباشم پس حالی گپار از کجا خبر میشدی؟ خاله اگه این زن مرا نخواهی مستقیم میره به یوسف میگه به خاطر جدا ساختن ما از نوکر خانه خود چرا کمک بخواه. تو خودت چی فکر کردی خاله؟ این قسم طرفم سیل نکو، لب روی تام کشال نگی، به خاطری که در کل کارا همراهیم شریک هستی. چشمایت باز کو. دختر اگه او زن تو را دوست می داشت پس چرا تو را همراه خود هیچ جای نمیبره ها؟ اقدر به محافل میره، به مهمانی ها میره، چرا تو را همراه خود نمیبره؟ او دختر کی بود به طول میگم، یادت است یا نه؟ حتی او را چقدر قدر میداد. یادت است که با خسران منور همون را عروس خود معرفی کرد ها؟ بیبی انگشتر نامزادی در دست توست. حمیده باید تو را هر جای ببره، گل سرسبت هر محفل بسازه، تو هر وقت تو را به بازار بخرید ببره. اما چی میخوایی بگویی؟ این زن در وضعیتی نیست که با من این کارا را کنه. اول از موضوع توران که خبر شد چقدر جگرخون شد، بعدم که منور از پیشش رفت. خودش یک عالم غم داره که یک مکم هستم که با خود بگردانه. اما برباده خانم خوب وقت داره که میمانی بگیره، غذای مختلف بسازه. او در سابق بود خاله. حالا فهمید که دختر چقدر فریبکار است. حالا بیبی که هم دست من خواهد شد. مادر جان. او دخترم تو تا حالا نرفتی ها؟ نه امروی خالیم گپ زدم، از استانبول آمده، درباره توبراک گپ زدیم. خب با گپ زدنتون ادامه میدادین دخترم؟ فرق نمیکنه مادر جان. راستش میخواستم از شما بپرسم که اگه وقت داشته باشین امروی ما با دیدن کارتای دعوت میرفتین، وقت دارین چطور؟ آی اوه دخترم بسیار جگرخون شدم با خدا. اما حالا خب ما همراه کس دیگه وعده کردیم، بعد از اون با آرایشگاه میرم ها. تو همراه یوسف برو، چیزی که شما خوش کنین حتما خوش مام خواهد آمد. یک البته مادر جان راستش ما میخواستم که آرایشگاه برم، حالا که شما میرین ما همراهتون میرم. دخترم باز کدام وقت دیگه؟ حالا باید به یک جای دیگه برم، درست است؟ ها درست است مادر جان. خب فعلا خداحافظ، روز بخیر.
خدایا لطفاً مرا زودتر از این دختر نجات بتین. چی گفته نمیده خانم؟ تو را نمیگم بچیم، امروی خود گپ میزنم. تو به طرف شرکت برو. هلا چی شد؟ چرا یک قسم در چرت رفتینه که تو را همراه خود نبرد هوا جان؟ معلوم میشه که مادر جانت از تو کدام کار مهم داشتن. دختر گوش کن، برو پیش یوسف. او را زیاد پیش دختر تنها نمان، اگر نه وضعیتت خراب میشه. خاله تو بسیار زیاد گپ میزنی. برات خود گفتم جایی هیچ تشویشی نیست. حمیده مادر من زیاد دوست داره، به من کمک میکنه. حالا میرم که عروسیم کارت انتخاب کنم. در نزدیک عروسیم از فامیدی. خود اگه دختریم روز خوشه برات میخوایم. زنده باشی. به تو هم همچنان. بچیم ما منتظر خبر تو بودم. چطور هستی؟ خوب هستم مادر. نشانی منوره در پیامبر روان کدام گرفتی یا نه؟ گرفتم. وقت منور تو را دید چی عکس عمل نشان داد؟ خوش شد یا نه؟ تا حالا ندیدیمش. چرا؟ جرأت کردم نتونستم مادر جان. اوف بچه، اگه از خون من همی بودی میگفتم که اولاد من نیستی. ما اور یک زن هوشیار یک قسم یک بچه کم جرأت امکان نداره. تو به خدایا. به نظرم اینا همه سو است. یولماس، از پیش خانهتان تیر می شدم که تو را به یه حالت دیدم. از دستم خطا خورد، کلش به زمین افتید. شما هم به زحمت شدین. تو به خدایا. شما را به زحمت ساختم. اگه خواسته باشی با آقا رمزی خبر بتون که کمکت کنم. نه، او تاله از استانبول نامده. پس اجازه بده که ما برای تو خانه ببرم شریفه جان. نه به زحمت خود شدین. ما بیازو عادت کردیم. نه جانم، فقط تو باغچه‌تون میبرم. مانده نباشی. خوش آمدین خاله حمیده، چطور هستین؟ در اصل تو دوباره خوش آمدی یک دانیم. آفرین باده جان، ابا خدا و طاقت بسیار خوب تنظیم شده دخترم. انشالله ای بار راحت تر خود بودی ها؟ زنده باشین. راستش ای بار کار یوسف زیاد خوشم آمد. چطور در فکرش آمده که اتاق اقسم منظم کنه؟ بسیار مقبول شده. راستش من اتاق اول خودت زیاد خوش داشتم، اما وقتی که یوسف خان زیاد اصرار کرد برش چیزی گفته نتانستم. خب شما چطور هستین؟ چی بگویم، تا همی اتفاقات آخره که رخ داد خوب بودم، اما وقت خبر شدم دخترم باور کو بسیار زیاد جگرخون شدم. اگه از اول خبر می شدم این قسم آرام نمی شیشتم. از من خو خفه نیستی نی باده جان؟ نه خیر نه خاله جان، من چرا باید از شما خفه باشم؟ بالاخره کار در جای خود، دوستیام به جای خود. به خدا بسیار دختر هوشیار هستی. در این زمانه یافتن تو وار دختر بسیار مشکل است. به زحمت شدین. خواهش میکنم زحمتی چی، من هیچ کاری نکنم. چای میروشی. یولماس خان. پس بفرما. باده جان شنیدیم که از یوسف قار هستی. تعجب نکو،
یوسف هر کاری که انجام بده به مادر خود قصه میکنه. اگه قصه نکنه من میفهمم. مادرش هستم نی؟ اما بادا جان اشتباه میکنی. یوسف نیت بد نداشت. او فقط خواست که رابطه تو و پدرت خراب نشه. البته با آمدن تو دخترم این موضوع را قبول کرد و هیچ چیزی نگفت. گوش کو برات چی میگم. تو بسیار یک دختر جسور هستی. میفهمم با وجودی همه گپا بازم از کار کردن در اینجا منصرف نشدی. اما شاید پدرت هم نظرت باشه. دخترم خدای نخواسته باز در بینتان کدام مشکل پیدا نشه. اگه بازم کدام وقت کدام گپ شدت من مرا در جریان بانی. درست است دخترم؟ زنده باشن خاله حمیده. درست است. بیبی که ما برای تو چی آوردیم؟ یک توفه برات آوردیم. برات تبریک میگم. برگ سبز توفه درویش. آی خاله حمیده چرا خود با زحمت ساختن؟ آی زحمت چی دخترم؟ تو خو یک بار بازش کو که خوشت میایه یا نه؟ آی خاله حمیده جان اینو بسیار مقبول هستن. چرا زحمت کشیدین؟ زحمت چی دخترم؟ با خوبی کنیش کن. بادا جان تو امینه خانم مشناسی اما تو نیست؟ امینه سونر دخترم همسن تو یک دختر داره. نمیفهمم نامش سونم است یا سنم است. سنم درست است. امو سنم خینه فروشی داره. میفهمیده کجا؟ ده حمام. از رفتن ما که خبر شدن تو رام دعوت کردن. خواستم به خود چپلی و کالا و بعض لوازم دیگه بخرم. یک بار متوجه اینا شدم خوشم آمد گفتم به تو هم بگیرم یک دانه. اگر راستش بپرسی من در تو جایا هیچ علاقمندی ندارم. اگر بازم تو همراه ما بری بسیار خوش خود شدم دختره. ینگه چطور هستی؟ خوب است محمد. تو چی حال داری؟ خوب. شب و روز مصروف کار هستم. یوسف از قیصری میمان داره. اگه خواسته باشین منتظر باشم. خب درست است. من منتظر می باشم. در اتاق باده برو. خانم کاکایم ماموج است. دق نمیاری؟ مادر ممین چست؟ بله. خب درست است. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر خاله حمیده. بسیار مهربان هستن. یک دانه مهم است که خوشت آمده باشه. طرف ما بیبی. اگه پای ما از یادت نره. درست است؟ مادر جان شما اینجا هستین؟ با اجازهتون مرخص میشم. بسیار کار دارم. درست است دختر. روز خوش برات میخوایم. زنده باشه. به خدا پیش تو هم شرمنده شدم. گفتم که آرایشگاه میرم اما اینجا آمدم دخترم. مادر جان شما چرا شرمنده شوین؟ گپای من سرتان تاثیر کرد اما تو نیست؟ از همین خاطر اینجا آمدین نه؟ بفرمایین. دست درد نکنه. نوش جانت. 2 قاشق بود هموتا نیست؟ بله فراموش نکردی. انسان بعضی چیزا را فراموش کردن نمیتونه. یعنی در قصر چندین سال برای چای آوردیم فراموشم نشده دیگه.
شریفایی از قبرس بریم توفه آورده بودی. یعنی از وقت تا حال نگاهش کردی؟ شریفه کجا گم هستی؟ آقای الماس اگر راستش از ما بپرسین من حق به جانب بودم حمیده مادر، اما تو نیست. با در مقابل یوسف به تفاوت نبوده. راستش من نمیخوایم گناه کسی را بگیرم، اما به نظر من تو حق به جانب استی دختره. میفهمیدم، من میفهمیدم، اما در قصهش نشد دخترم. گپ قابل تشویش نیست، به خاطر که بعد از زیاد سر یوسف قار است. به اقزودی با هم جور نمیاین. خوب است مادر، اما اگه این دختر بازم کوشش کنه خود به یوسف نزدیک بسازه باز چی؟ باز او وقت یک فکر دیگه خود کردیم. زنده باشین. من ترسیده بودم که به من باور نمی کنین، اما از این که به گپای من اهمیت داده تا اینجا آمدین براتان قول میتم که براتان بهترین عروس باشم. قول میتم. خودتان به مذاق صاحب یک موتر شد. یوسف خان خفه نشه، من برش خریدن نتونستم. گفته فرق نمیکنه، او خانه ما را ترمیم کنه. رمزی چی گپ است؟ اگه تو میخوایی در زیر سقفای کنه جان بدی، او گپش جداست، من نمیخوایم. فعلا به اجازه تان من باید به شرکت برم، کار دارم. اما خان صاحب قسم نمیشه. اگه من از آمدنتان خبر می داشتم دکان نمیرفتم، مستقیم خانه می آمدم. از آمدنشان ما هم خبر نداشتم. این فقط یک تصادف بود رمزی جان. بله تصادف بود. تو استغفرالله خان صاحب، شما چی میگن؟ هر وقت که خواسته باشین آمدم میتونین. حالا ما یک خانواده هستیم. زنده باشین، زنده باشین. اما بالا تو هیچ کار خوب نکردی. اگه این کار نمیکردم قلبم راحت نمیشد یوسف خان، چون تمام این وسایل مربوط به من میشه. پس چرا شرکت پولش بپردازه؟ ما خو گفته بودم پولی همه را شرکت میپردازه. میبخشین یوسف خان، فکر کردم از اینکه بعد خانم پول میپردازن شما خبر دارین. با نظرم کارت مشکل داره، پول گرفته نمیشه. بادا درست از زیاد اصرار نکو، پولش میپردازه، عمر مالی خبر داره. لطفاً میشه ایرام امتحان کنین؟ بیا در تمام کارتای خانم امتحان کن. آرام باش بچه کوکو، بی بیچاره ناراحت شد. ایام کار نمیکنه. توبه توبه، این چطور امکان داره؟ تمام کارتا به حساب شرکت ارتباط دارن. هر قدر مصرف میشه پول اینا رو از معاشم بگردانن. فعلا من باید برام، بسیار کار دارم. بادا صبر کن. بادا هوا تو خوب استی؟ چیز خو نشدید؟ چیزی نیست،
خوب هستم. درست است. تو در اتاق ما باش. ما چند دقیقه بعد میام. یوسف بچه کاکا فعلا راحت بانش، زیاد سرش فشار نیار. بسیار جگرخون است. نمیخوایم در این حالت پیش پدر خود بره. بسیار بد میشه. یوسف میبخشی یک دانیم. مهم نیست جانم، فرق نمیکنه. آمده بودم تا کارتای عروسی رو نشانت بدم اما مصروف هستی. اگه خواسته باشی شب غذا رو با هم بخوریم بازم اون وقت برات نشان میدم. امشب از قیصری مهمان دارم. با اون آواده غذا خوردن دادیم. باز کدام وقت دیگه یک دارم. خب درست است، باز کدام وقت دیگه. بیبی چی میگم؟ بریم به تمرین خود ادامه بدیم. چی میگی؟ فعلا مام کار دارم و تو هم مصروف هستی. بان برای کدام وقت دیگه. نه فعلا کار ندارم. تنها کارم تو هستی. بیا که بریم. درست است. از در موتر رو میگیریم. درست است؟ یک دقیقه منتظر باش، پس میایم. درست است. ای بی عقل سایل کو. احمق نمیفهمه که جاده فرعی است. محمد چی کردی؟ چیزی که نتونستم، در دفتر خود نبود. بس از گیرید نجات یافت. تو اینجا به نجات پدر ما آمدی؟ انسان باید در حالت از دوستای خود طرفداری کنه، اما تو نیست. به هر صورت بیا که بریم یک قهوه بنوشیم، اعصابتم آرام میشه. نه نمیشه، من از شرکت بسیار به عجله برآمدم، باید برم، کارا پس میمونه. بیبی در تو وضعیت کار کردن نمیتونی. وها ما وقت داریم کمی تفریح کنیم بادا جان. یعنی به صفت دو دوست. بیا که بریم. درست است. اوف، کاش که حال لندن می بودم. در اون صورت میتونستم به رستوران مورد علاقم برم و خود راحت بسازم. اولین بار است که در محترم شیشتی. و هم برای تفریح اگه نه ما کجا و تو کجا؟ نه جانم، این گپ نیست، من فقط کمی میترسم. اگه نه بر رانندگی تو شک ندارم. یعنی حالا سرم اعتماد داری؟
میفهم در این روزا بسیار زیاد همراه تو وقت خود سپری نمیتونم، به خاطر که تمام مشکلات پشت هم رسیدن. البته وضعیت بادام مرا بسیار به تشویش ساخته. فکر میکنم پدرش زیاد ناراحتش میسازه. میفهمم جانم، اما زیاد به تشویش نشو که مریض نشی. کاش که مشکلش حل ساخته میتونست. یک بار دگام تمرین کنیم. البته جانم حرکت کن. این بار تو برام چیزی نگو، درست است؟ درست است. اوه، بالاخره راه خانه رو پیدا کردین. اگر میفهمیدم که کسا منتظرم است وقت می آمدم دخترم. شما چطور بدونی که از ما بپرسین تمام حسابای بانکی مرا بسته کردین؟ تو به نامه که داری کارت ها نوشته شده بود توجه نکن. صاحب اصلی و کارت ها من هستم، به خاطر که از جیب من پرداخت میشه. به خاطر همین کارای شما مدد جای وظیفه گرفتم تا که صاحب کارتای اعتباریم، خانه محترم، تمام چیزم شما نباشین، خودم باشم، فقط خودم باشم. به جایی که سرم قار شوی باید ازم تشکر کنی دخترم. تو با این ماشی که میگیری او کارتا رو دوباره فعال کنه نمیتونی دخترم. شما رو به ماش من غرض نیست. تو هر جایی که میخوایی وظیفه بگی، فقط از نظر من خودت دور نساز. چند بار براتون بگویم پدر شما نمیتونن مرا با پول بخرن. دارایی شما نمیتونه چیزی را تغییر بده. اگه میتونست کریم دوباره پیش ما می آورد. چندین بار برات نگفتم که نام و احمقه به زبانت نیاری؟ پس نیار. من بارها براتون نگفتم که دیگه شراب نمی نوشین؟ نگفتم به خاطر کریم دیگه شراب ننوشین؟ زهر بنوشین، بجای زهر بنوشین. مادر! شما چرا به دخترتون اجازه قائل نستید؟ مادر چرا؟ بگی نکو دختر، من پدرت هستم، پدرت. تو نمیتونی قسم بالای به چیخ بزنی. به هیچ کدام از وعده‌هایتون وفا نکردین پدر. دیگه نمیخوایم همراهتون زندگی کنیم. مادر! طرف ما ببین. در خانه من زندگی کردن، نان مرا خورده، با من قسم بهتری میکردن نمیتونی. چیزی که من میگم باید همه تو کنی. شنیده شد؟ مریلا کو نان و خانه تردوش از خودت باشه. گپ ما گوش کو خانم کوچک، اینجا لندن نیست که قهر کنی و دوباره به خانه بیایی. اگه یک بار از این دروازه برآمدی دیگه آمدن نمیتونی. دیگه اگه بخوایم نخواد آمدم. زندگی رو به تو جهنم میسازم. حالیام کمتر از جهنم نیست، کمتر از جهنم نیست. متوجه مادرم باشن، درست است؟ من باز برش زنگ میزنم. منتظرم باشین، با زودی شما رو از جهنم نجات میدم. دیدی خاله، من خب برات گفته بودم حمیده مادر به گپایم گوش داده و پیش باده رفت.
فقط که تو گپاشون شنیدی خدا میفهمه که چی گفته. خاله فقط کلان زن با ما دروغ میگه. خودش گفت که به خاطر تو آمدیم. البته که همه قسم میگه. یک بار گیر آمده بود. دلت از بگویه که به دیدن باده جان آمده بودم. دختر من این زن بسیار خوب میشناسم. چرا از کسی که نفرت داره میخواه برش کمک کنه ها؟ خاله در پوست تو شیطان جای گرفته. قسم نگو، در پوست تو هم جای میگیره. از برکت تو. دختر ثبوت کردن گپان بسیار آسان است. همراه محمد گپ زدی که برش پیشنهاد کرده که یوسف خان با در مدیر خود بگیره. خاله من چی میگم و تو چی فکر میکنی؟ من کاملا بالای حمیده مادر باور دارم. درست از خود که داره، نه درد از نه درمان. بگی بهترینایشان امینا بودن. کو ببینم. امیره خوش کردی؟ خوب است. خب دیگه به امیدی دیدار. دختر از اینکه خوشت زیاد دوست داره، فردا حتما تو را همراه خود به مراسم حنا خود. فردا مراسم حناست؟ یعنی که تو خبر نداری؟ نه خیر، نه خبر ندارم. او هم دمونجاست. کدام محفل خورد خونیز دختر، تمام عروسا دخترای جوان و زیبا، خانمای ثروتمند شهر اونجا میرن. تمامشان به خاطر نمایش دادن خود میاین. راست میگی؟ با ما پناری گپا گفت. خانم حمیده برش گفت چیزایی که ضرورت است باید آماده کنه. ما فکر کردم که تو حتما خبر داری، اما بیبی تو حال روی تو هم خبر نداره. دایی دیگه چی گپ است خاله؟ حتما فراموش کرده که برای میگپا بگویه. پس بالا رفته برش بگو. نه خاله، حال بد است. او فردا خودش حتما برام زنگ میزنه، تو تشویش نکن. بسیار خوب. اقا که بالای خوش جانت باور داری حتما برات زنگ میزنه. باز خواد دیدی. فعلا خداحافظ. شامتان بخیر خانم هوا. بیادر میفهمی، با خدا قسم که امروز با چشمای خود دیدمش، اما چیزی گفته نتونستمش. چی کنیم جنید بیادر؟ کل ما در قریه خرد زندگی میکنیم. بسیار چیزا کده میتونیم بیادر. اگه یادم دوباره به جایش روان نکنین قسم میخورم که با دستای خود میکشمش. به خاطر دادام انداختنی آدم زیاد کوشش کردم، اما این کارا زیادم آسان نیست. چه قسم بیادر؟ امروز به بهانه نظارت به باغ رفتم، دیدم که یوسف خان در تمام جای نفر موظف ساخته بود. به خاطر کندکترین اشتباه صورت نگیره. یوسف بسیار تدابیر شدید گرفته. جونت فکرت باشه. از دنیا کارمند گپ گرفتم، گفت به زودترین فرصت کمرای امنیتیام نصب میکنه. یوسف تکلیف روانی داره بیادر. دیت حالت خرابکاری را خوبان، ما حتی نمیتونیم به محصولات خود دست بزنیم. بسیار بد شد به خدا. چی کنیم جنید بیادر؟ حتی ما را از این کارا دور نگاه کردن. فکر کو دیگه. خوب اگه از کارمنده کس را پیدا کنیم که رشوه بخوره. خوبی گپ در کلیمم گشته به صدقه چیم، اما تمام کارمندان جان خودم میتونم و به یوسف خیانت نمیکنم. از دعوتتان بسیار زیاد تشکر یوسف. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. باز فردا بخیر خود دیدیم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. نمیفهمم که با چی مدت اینجا خاط بودم. بادا یوسف خان؟ اینجا چی میکنی؟ اتاق میگیرم، میخوایم یک مدت اینجا زندگی کنم. چرا؟ همراه پدرم گفتگو کردم. به هر صورت این کار باید انجام میدادم. شب بخیر یوسف خان. بفرمایید باده خانم، شما اتاق 315. تشکر میکنم. ای رو بگیرین و ای ضرورت نیست. اما یوسف خان بادا بیا که بریم. لطفا اصرار نکنین یوسف خان، من دیگه به او خانه نمیرم. من میگم که به خانه برو، اما اینجا مانده نمیتونی.
خوش آمدی. خوش باشی. امروز به شرکت رفته بودم اما تو را ندیدم. امروز شرکت نرفته بودم. ده بیرون کمی کار داشتم خانم. تو ده اونجا چی کار داشتی؟ از امو طرف تیر می شدم گفت و یک دفعه خبر شما را بگیرم. به هر صورت من میرم تلویزیون میبینم. تو تشویش خواهر خدا نداشته باش. داماد جان توبراک بسیار خوب نگاه میکنه دخترم. خوش شدم انشالله همیشه همین قسم باشه. آرزوی ما ممی بود که خواهرم خوش باشه. داماد جان ما تنها متوجه توبراک نیست و حتی متوجه خانواده ما است. یعنی به یک بار گفتن برام یک موتر 0 کیلومتر خرید. به خدا از شوهر تو هم کده خوب است. گپ ناق نزن پدر، گپ ناق نزن، خوشم نمیایه. خدا میفهمه به خاطر گرفتن اون موتر چقدر مکارگی کرده باشی. به خدا قسم ما خودش برام خرید. ما دیگه چی میکردم دختره؟ درست است پدر، درست است. ای به خاطر که زیاد رانندگی کردم موره کمرم نزدیک شده. من میرم استراحت کنم. شب بخیر. شب تو هم بخیر پدر. مادر مرا صدا کردی دخترم؟ بله مادر شما را صدا کردم. خوب هستین؟ خوب هستم دخترم. راستی مادر میفهمین فردا محفل بزرگ ناز، شما خو خبر دارین؟ محفل کی است؟ او خانواده مشهور سونر اغلو هاست نه؟ اونا محفل برگزار میکنن. خوب است، خداوند خوشبختشان کنه. ما همراه اونا کدام خیشی نداریم مادر جان. مثلا خیش دور باشیم یا نزدیک؟ نه دخترم، از کجا خیشی داشته باشیم یک دانیم. تو چرا ای را پرسیدی دخترم؟ گفتم شاید مرام دعوت کرده باشن، از او خاطر ای گپه گفتم. البته ما را به صفت مهمان خاص دعوت کردن. اونا چرا ما را دعوت کنن نوا جان؟ ما خو هم سویه اونا نیستیم که ما را دعوت کنن. برو ای گپ از خوشوت بپرس. نه که تو میخوایی به او محفل بری که قدر کنجکاوی داری. من خواهیش نفهمیدم. نه مادر جان رفتن چی؟ فقط همو تو پرسیدم. مادر کلانم شما را دوست داشت؟ یعنی رفتارشان با شما چی قسم بود؟ خوب بود یا بد؟ آی دخترم توبه، ای چه قسم سوال است؟ تو مردم در قبرم نمیمانی که راحت باشن؟ خب بگوین مادر، مثلا محبت خدا به شما چی قسم اظهار میکرد؟ نه که تو همراه خوشوت گفتگو کردی دختر. او گپ نیست، امو تو دلم گشت پرسیدم. خب به هر صورت من میرم استراحت کنم. اوف، شب بخیر مادر جان مقبولم. شب تو هم بخیر. تو باید به گپایم باور کنی. چرا از من روی میگردانی؟ ده کار اشتباهی من چیست؟ خانم برتن چای تازه بیارم. نه سلطانه، بس از زیاد نوشیدم. اوه به خدا زیاد خنک خوردیم. میشه برام یک کمپل بیاری؟ البته خانم. میفهمین هیچ احساس خوبی ندارم یوسف خان. کاش که میماندین ده هتل باشم. تو را اونجا رها کردن نمیتونستم، امکان نداشت بادا. آی به عصبانیت از خانه بیرون شدم. هیچ متوجه نشدم لباسهای خود بگیرم. شاید بعضی لباسای منور در خانه مانده باشه، از اونها استفاده کو بادا. گوش کو خانواده ما از دیدن تو بسیار خوشحال شدن. با ما باور کو. اوف، در این نیمه شب اونها رو هم جگرخون خواد ساختم. بادا مرا عصبانی نساز. حالا دیگه بیا.
خانم بادا خانم آمده. بچیم خوش آمدی. خوش باشین مادر. ببینین همراه ما کی آمده. با خدا از دیدنت بسیار خوش شدم. خوش آمدی بادا دخترم. خوش باشین. مادر بادا امشب میمانم ماست. راست میگی بچیم؟ البته اگه مزاحم شما نباشم. مزاحم چی دخترم؟ اینجام خانه خودت هست. هر قدر که خواسته باشی اینجا بوده میتونی دخترم. بیا که با هم یک چای مزه‌دار بنوشیم. شاید خستگیت رفع شوه. خدا سلطانه را خیر بده، بسیار زحمت میکشه. لطفاً خدا به زحمت نسازین. چی میگی دخترم؟ اگه از اول خبر میداشتم غذای مورد علاقه تا برات آماده میساختم. یک دانیم تو امرای باده بالا برو، ما هم از پشتتان میاییم. درست است؟ درست است مادر. بیا که بریم. سلطانه میبینی خداوند مرا بسیار زیاد دوست داره. هر چیزی که ازش خواستیم برم داده. خدا کنه کل کارام قسم خوب پیش بره. از این بابت میبینی که خورشید تو را چقدر دوست داره خانم هوا. شب بخیر یک دانیم. برات خواب راحت آرزو میکنم. بسیار دوستت دارم. من همیشه با یاد تو میخوابم. بیا اینجا بشی. آی باده جان، با خدا قسم که از آمدنت بی اندازه خوش شدم. دخترم خوش آمدی. خوش باشین یولماز خان. یولماز خان میبینین که بچی ما در این وقت شب ما را چقدر خوش ساخت. باده امشب میمان ما میباشه. بازم معذرت میخوایم. من به هیچ وجه نمیخواستم که مزاحمتان شوم، اما یوسف خان زیاد اصرار کردن. راحت باش بادا. راستش در هتل با هم روبرو شدیم. فکر کردم از بودن در هتل کده اینجا بیای خوب میشه. ما میره اینجا آوردم. بسیار کار خوبی کردی بچیم. دخترم اینجام خانه خودت گفته میشه. هر قدر که خواسته باشی بوده میتونی. همین درست میگه دخترم، راست میگه. حالا دیگه تشویش نکو. بیبی همگی از دیدنت خوش شدن. خوش آمدی بچه کاکا. خوش باشی. شب بخیر. محمد بچیم بیبی باده از این به بعد اینجا زندگی میکنه. ای که من چقدر خوش هستم هیچ گفته نمیتونم با خدا. خواهد راز ما هم خوش شدم.